خوش اومدید به کانال خودتون. اچ40 هستم. امروز اومدیم بهتون آموزش بدم که چطور مثل بهترین موبایل پلیر دنیا یعنی وایت اف مثل اون پلی بدید. حالا این وایت اف اصلا کی هست؟ شما اگه منو ساب داشته باشید و وایت اف رو ساب نداشته باشید اصلا قابل قبول نیست، یعنی امکان نداره همچین چیزی، چون اینقدر این موبایل پلیر خفن که نگم براتون. اکثریت میدونم میشناسید، ولی با این حال بریم با هم دیگه یه چند تا از ویدیوهای وایت اف رو ریاکت کنیم. یه نکته قابل توجه هم که بهتون بگم اینه رفقا، وایت اف خیلی پلیر گنگ. این خب یه دیوایس خیلی هول داره، آیفون آره، ولی نمیشه قابل مقایسه نیست با کسایی که مثل تو ایران با این پینگ، با این شرایط، با اندروید و نمیدونم پوکو، نمیدونم سامسونگ اینجور چیزا پلی میدن. پس زیاد مقایسه نکنید خودتون رو باش. ولی براتون یه پنل از خود وایت آوردم، یه سنس از خود وایت که یعنی اصلا شبیه خودش میشه کلا، یعنی سبک گیمتون و همه چی هدشات زدنتون. حالا ادامه ویدیو بهتون نشون میدم، بریم ریاکت کنیم. بچه‌ها از کانالشه بچه‌ها وایت اف. خب میبینید که ویدیوهاشو کامل ندیدم، ولی یه ذره شون رو دیدم، ببینم ارزش داره براتون بذارم کدوم رو. دروغ نگم اینترنت همراهی اصلا هدشات دیدی، اصلا من هیچی نمیگم، اصلا گنگی میپریم. البته اینترنتمون چیز میخوام هزینه کنم بچه، البته تو ایران اگه بشه بگیم اینترنت کنم. تو نگاه کن این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ میگم تو ایران ما بچه نمیشه، تو ایران نمیشه همون چی میگم چه لگ داری. بناز نگاه تو فقط گنگ هدشات نگاه گیری کجا میگی؟ هدشات تو نگاه اصلا خدای اسکوپ، اصلا این تریک اسکوپو خود وایت آورده. نگاه کن آجی، هد اسنایپو به لذت ببرین. من نمیخوام خیلی حرف بزنم ولی نمیشه، شما نگاه کن اصلا بی‌نظیر این پلیر. سنگشتی هم پلی میده مثل این که آجی اسکوپو نگاه. وای ولم کن آجی، ولم. نگاه کن اصلا سرعت گیم شما ببین. حالا جدی این ویدیو خیلی حرف میزنه، گیم پلیش هم هول نکردم. بریم بعدی، بریم. نگاه آهنگ روزی بنام حاجی سبک گیماتو نگاه کن، چقدر این پلیر تمیزه، چقدر این پلیر خفنه. نه خب رفقا اومدیم ترنینگ. یه چیزی که میخوام بهتون بگم، دیوایسش آیفونه، اول ویدیو هم بهتون گفتم، پس خیلی مقایسه نکنید خودتون رو با چون دیوایسش آیفونه، خیلی مقایسه نکنید، کاری به این چیزاش نداشته باشین. ولی خب آجی سنسش چند روز پیش استوری کرده بود، بچه‌ای که پیجشو دارم خودم برداشتن، منم پیجشو داشتم و سنسی که استوری کرده بود و برداشتم. این از بخش سنسش که الان بهتون نشون میدم. بعدش نکته دیگه است پنل خودش که پیدا کردم بچه. این پنل یه چیزیه که بچه وقتی تیر میزنید شما این ایمتون اینجوری بزرگ نشه، تیرای وسط صفحتون اینقدر بزرگ نشه، پخش باشه. وقتی دستو میزنید رو تیر خودکار بره روی انمی، نمیدونم همچین چیزایی. وقتی میزنی به پای طرف بخوره، از این چیزای عجیب غریب. این پنلی که میگم پنل نیست، یه جور کمک هدشاته، یه جوریه که مثلا شما هدشات بهتر بزنید. پس انتظار نداشته باشین که مثلا دست رو بزنید رو تیر بره به طرف، مثلا همچین چیزی امکان نداره. اونا همشون یا بند دارن یا نمیدونم اشتراک پولی دارن، مثلا این چیزایی هستن خودمون سمتشون نریم بهتره. و آدم هرچی کلین پلی بده بهتره براش، چون یه طرف خوش میخوری، یه طرف هم گیم دیگه از یه جای بعد دیگه بهت حال نمیده، فایده نداره. پس همون کلین خودتون باشین. اینم که میگم پنل، من هیچ وقت پنل نمیزنم. این از این دوم اینی که براتون نشون میدم فایل چپا رو اینی که پنل بهتون نشون میدم چش خورد.
این که پنل رو بهتون نشون میدم، میگم پنل جبهه نگیرین رفقا، پنل نیست، فقط یه چیز کمک هدشات. رفقا تاکید میکنم یه چیز کمک هدشات، پنل نیست. این از این. بعد رمز و اون آیدی پنلم ادامه ویدیو رو اون پنل میذارم، بخشش نمیکنم، خیالتون راحت، فقط ویدیو رو جلو نزنین خیلی. بعد موضوع بعدی اونم اینه که پنل رو داخل چنل تلگرام میذارم، چنل تلگرامم داخل کامنت همین ویدیو پینش میکنم. خیلی خوب، بریم برای آموزش خود پنل وایت. خب بچه وارد پنل که میشین میبینیم پنل وایت اف خودش. وارد پنل میشین، اینجا یه نام کاربری همچین چیزی داره، بعدش هم یه پسورد داره، اونو که زدین این تیک پایین رو میزنین، بعد لوگین رو میزنین. ایوه فکر کنم اشتباه دادم چیزشو. درست شد. خب بعد میره تو یوتیوب یه دونه بک بزنین. بچه تو این بخش که وارد شدین ستینگ رو میزنین، این تیکای بالا رو میزنین. او گوشی چی میلرزه. با این تیکای پایین اینا رو که زدین، بعدش میاین روی هواپیما فضاپیما چیه اونو میزنین و تموم. دیگه چیز خاصی نیست، میرین داخل گیم. تمام شد و رفت. چی شد؟ بک خوردم. حالا یه دونه لوندولف هم بریم با شما. بچه دستم اصلا گرم نیست، من چوریه دارم پلی میدم. ویدیو از این بابت ریاکتی هست، چالشی هست، کاستوم فون هست، همه چی داخل یک کانال میبینید شما. اینجوری نیست که مثلا فقط یک چیز باشه. دستم سرده حاجی، یخ برعکس رفته، اصلا هم خورده، اصلا دیگه گیم نمیزنم. حاجی یارو یتیمه. همه گارانو با ما چیکار کرده. پین بنده 2000 years later. حالا که این کاری کردی بیا اینجا ببین. مرد و مش دیگه. آدم ترسو تفنگ برمی‌داره. باید گرم میکردم جدی، اینجوری نمیشه. ولی که کاراکتر ندارم کور شدم، نمیشدم. میخوام بشینم بزنم پشمش بگیره. با خدا از پینگم نمیخوره. یو برو از پینگ 100% مدیونین فکر کنین از سنسامم و اینکه دستم گرم نیست. به جلو بینم یا بیا جلو یا داداش. ایوه بالا ها سیف میکنه. اوه سطحی پینگ رو نگاه. واو یخ نگاه، بعد 2 ساعت میکاره. خدا اینجا میتونم بهش خود تجربت میکنه. تمام شده رفت. بچه هم سنسوکیه هم کمک هدشاته. نمیگم پنل، تو کامنت ها سوراخ نکنیم. هیچ وردی که پنل میزنی، هیچ وردی که پنل چی، من تیرام نمیخوره. ولی خب در کل جدی میگم واقعا چیز حقیه، تیراتون خیلی بهتر میخوره. تو کاستوما دیگه کمتر فشار میکنیم، تضمین خودیم. بنم نداره آقا، پنل نیست، کمک هدشات. قبل لوندولف هم بهتون گفت داریم. حالا سنس هر گوشی فرق میکنه رفقا. سنسی که اون داده برای آیفونه، سرعت صفحه آیفون زمین تا آسمون فرق میکنه. دوکیومنتی که گذاشته درشته تو ویدیو یه جوری معلوم میشه، چون آیفونه درشتر معلوم میشه، اصلا معلوم نیست سازش چیه. بعد اما هر کسی با سنس خودش درسته چیز داره، ولی خب عادت داره. ولی خب من این سنس رو براتون گذاشتم، امیدوارم به کارتون بیاد. برای من که جواب بود خدایی. الانم تیرام نمیخورد، دستم گرم نمود.
و یعنی همه چی اوکی. امیدوارم ذره هم شده بهتون کمک کرده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه 1% هم از چنل خوشتون اومد، از من خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنین، ساب کنین، اینستاگرام منم بالای صفحه گوشه میاد فالو کنین. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.